در یک دهکده کوچیک و ساده دختر بچه‌ای زندگی می‌کرد. هر روز بعد از تمام شدن کارهای خانه بادبادک کوچکش را برمی‌داشت و به تپه پشت دهکده می‌رفت. آرزوهای کوچک و پاکش رو روی کاغذهای رنگی می‌نوشت. کاش بابام از سفر برگرده. کاش مامانم همیشه بخنده. کاش یه دوست داشتم که باهام بازی کنه. بعد این آرزوها رو به بندهای بادبادکش می‌بست و اونها رو با شوق به آسمان می‌فرستاد. همه مردم دهکده می‌دانستند که دخترک هر روز بادبادکش را با آرزوهایش پرواز می‌دهد. اما یک روز هوا عوض شد. باد شدیدی وزید. دخترک سعی کرد بادبادک را نگه دارد، اما طوفان ناگهان بادبادک را از دستهای کوچکش رو بود و به دل آسمان برد. دخترک ناامید و غمگین با دستهای خالی و چشمانی اشک‌آلود به خانه برگشت. فکر کرد همه آرزوهایش را برای همیشه از دست داده. اما فردای آن روز اتفاق عجیبی در دهکده افتاد. یکی از اهالی کاغذی پیدا کرده بود که رویش نوشته شده بود کاش بابام از سفر برگرده. او تصمیم گرفت برای پدر دخترک پیغامی بفرستد و پدر زودتر از موعود به خانه برگشت. یک نفر دیگر کاغذی پیدا کرده بود که نوشته بود کاش مامانم همیشه بخنده. او یک دسته گل زیبا برای مادر دخترک فرستاد و لبخند را روی لبهایش نشاند. کودک دیگر کاغذی پیدا کرده بود که آرزوی دوست شدن بود. او تصمیم گرفت بیاید و با دخترک بازی کند. کم کم تمام آرزوهای او یکی یکی به حقیقت پیوست با کمک قلب‌های مهربان مردم دهکده. اون روز بود که دخترک فهمید گاهی آرزوها وقتی از دستمون میرن تازه سفرشون شروع میشه و دستهای مهربون دیگه‌ای اونا رو پیدا میکنن تا برامون یه دنیای زیباتر بسازن. بچه‌ها اگه از این داستان خوشتون اومد ممنون میشم که سابسکرایب کنین و